ساکن جماعت دهات سامان شهر حصار ضیاءالدین دولتوف سمدار خواجگی دهقانی 15 سالگی استقلالت شهر حصار میباشد. این خواجگی 15 سال قبل در زمین‌های للمی تشکیل کرده شده است. از بس که زمین‌های انتخاب شده خواجگی بنابر سبب بی‌آبی بیکار خوابیده بود، با کوشش و غیرت با قبرهای توسط نساز آبکشی آبیاری گردید. درختان 10-15 ساله گلوس امروز حاصل دلخواه به بار آوردند و خواجگیداران از آن درآمد خوب هم به دست می‌آورند. برای حاصل خوب گرفتن اول اینمو ابرزکای خوب میکنیم، نشونما میتیم، دستیارشون کمتر داروهای هر خیلی میریزیم، پرو، اموفوس اینا هم به نظر میگیریم میندازیمشون دستیای درختو. 3 سال میشه حاصل در اینجا نبود، زمستون وزبین اومد، حاصل گرفتن نتونستیم و در مدت همین سالو گذشته این سال حاصل فراوان، حاصل نقص، حاصلمو جمع‌آوری کرده استادیم. چند مثال دیگه کشلاخ اومده، دیگه نوحه اومده، مود همکاری میکنن، ما اشکوی بنان میچینن اینو 10 سومون 15 سومون میتیم همکاری کرده با اینو کار کرده استادیم. با مقصد رشد ساحه باغداری طی سالهای اخیر در مملکت یک قطار برنامه‌های دولتی عاید بر رشد ساحه راه‌اندازی گشته، بنیاد میدان و باغ و تاگزار به مراتب زیاد می‌گردد و نشان دهنده‌های صادراتی میوه‌جات نیز سال تا سال بالا می‌رود. دهقانان جماعت دهات سامان در بنیاد باغ و تاگزار نمونوی و پرورش ملینه دارای حاصل بلند سهم ارزنده دارند. اقلیم دهه‌های دوردست این منطقه برای رشد باغداری هم مساعدت می‌نماید. در حدود جماعت 4 خوجگی جمعیتی و 560 خوجگی دهقانی تشکیل می‌دهد که امروزها میدان عمومی باغ‌های حدود جماعت 788 گکتار از 7 رو تشکیل می‌دهد که در اکثریت باغ‌های حدود جماعت گلوس تشکیل می‌دهد که امروز علاقه چمъоварии آن ادامه دارد. این حال ما در خوجگی جمعیت دولتی محدود 15 سالگی سالیت قرار داریم که با کارگران با کارمندان خوجگی از طرف جمعیت با طبق سهمیت تقسیم کرده شده است. این سال حاصل فراوان است در جمعیت و از حاصل فراوان این باغ‌های گلوس که در اینجا چمъоварии ادامه دارد با مرکز جمهوری وارد کرده می شود. اینچنین با ناحیه‌های حدود شهر جمهوری رمان از این گلوس میوه شیرین گلوس تامین کرده می شود. ما خوجگیداران کوشش می نماییم که این سال با میوه تر و تازه که در حدود جماعت ما هست بازار استعمالی را تامین کنیم و سهم خود را به امنیت عضوخواری کشورمان گذاریم. از ریاست کشاورزی شهر حصار اطلاع می‌دهند که همسالات در منطقه میدان باغ و تاگزار زیاد می‌گردد و مطابق معلومات آماری نسبت سالهای پیشین صادرات محصولات کشاورزی به خصوص میوه‌جات از این منطقه به مراتب افزون گشته است.